سلام دوستان. الان شما اینه که مشاهده میکنید یه سکه است، به نظرم قدیمی هم باشه. ببینید اینو من سوال داشتم خدمتتون. ببین الان شکل شمایل این سکه تقریبا سفید، درسته؟ الان یه چیز مشخص. ببینید الان من اینو سایش که میدم، ببین سفید، به قول خودمون جلان. 10 دقیقه که ولش می‌کنی الان سفید. 10 دقیقه که صبر می‌کنی حالت ببین الان این ورش که ول شد حالت زردی میگیره به خودش، یعنی در آن هم واحد فرق میکنه. حالا نمیدونم بلد هم نیستم تا این تار میشه. این سنگین هم 15 گرم هم وزنشه. حالا نظراتتون رو ببینید. حالا سنگینیش یه طرف نسبت به قدش که چقدر اینقدره، 1 سانته. حالت زرد میساوی سفید میشه. یه 10 دقیقه 5 دقیقه که صبر میکنی حالت زردی به خودش میگیره. با تشکر از همه دوستان وارد این کار، استادای این کار، راهنمایی کنید لطفا.